هی بادی سلام بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خوب، کارتون توپ جیبتون پول باشه توش. خوش اومدید به کانال ریچ مومو دایری و خوش آمدید به روزانه های من. توی این کانال من در مورد هر چیزی که دوست دارم صحبت میکنم، تجربیاتمو در اختیار شما قرار میدم در زمینه بیزنس، مارکتینگ، مهاجرت و هر آنچه که توی زندگی بر سر من آمده و میخوام در اختیارتون قرار بدم، به اضافه چیزایی که توش تخصص دارم. خب همونطور که میدونید لازم نیست بگم، ولی هر دفعه دارم میگم، 2 تا کانال دیگه من دارم روی یوتیوب که یکیش ریچ مومو ساند، در مورد میوزیک تخصصی روش صحبت میکنیم و یه دونش هم در ریچ مومو وب هستش که در مورد کامپیوتر، تکنولوژی و طراحی وب صحبت میکنم. این کانال هم کانال شخصی منه که روش راجع به زندگی خودم و هر آنچه که دوست دارم برنامه میسازم. اگر که علاقه دارید به محتوای من، حتما من رو دنبال کنید. دمتون گرم، خیلی بهونه بزرگی دستم میدید که ادامه بدم این راهو. توی ویدیو امروز قرار راجع به این صحبت بکنیم که کجا بریم، کجا مهاجرت بکنیم. ببینید یه نقطه‌ای میرسه در زندگی شما که شما تصمیم به مهاجرت میگیرید. حالا ممکنه این بر اساس خسته شدن از اون جایی که توش هستیم باشه، ممکنه بر اساس مشکلات مالی باشه و اتفاقی که میفته اینه که خیلی از بچه هایی که مهاجرت میکنن فقط میخوان مهاجرت بکنن و این بیچارهشون میکنه، بدبختشون میکنه. یعنی فقط به هوای این که از ایران مثلا خارج شن، به هر جایی که بخوان برسن، دستشون برسه میرن و این باعث میشه که سالهای طلایی عمرتون رو شما از دست بدید. من تجربه اینو دارم، باز بعداً در موردش صحبت میکنم. یه اتفاق سم دیگه ای که هست توی این داستان اینه که اطرافیان چی میگن. مثلا تو میای، مثلا تو توی حوزه تخصص داری، میدونی که مثلا قزاقستان، از قصد این مثال رو میزنم که کاملا ملموس باشه واسهتون، قزاقستان توی این زمینه داره پیشرفت میکنه و تحقیق کردی توی چند سال آینده خیلی میشه توش پول در آورد، یا اولردی توی این حوزه خیلی میشه توی قزاقستان پول در آورد. میری میشینی میگی که آقا تو جمع خانواده و دوستان، آره من دارم میرم قزاقستان. همه میان سمتت که دیوانه، مگه نمیدونی کانادا چقدر رفتنش آسون شده؟ الان همه دارن میرن آمریکا، تو میخوای بری قزاقستان؟ مثلا آلمان برو، کشور صنعتی توش پیشرفت داره. و این جملات سمه و آینده شما رو نابود میکنه. ببینید درباره مهاجرت کردن، خب حداقل از کسی که خودش توی ایران نشسته و هیچ جایی را ندیده و اطلاع نداره و صرفا یه سری اخبار به گوش شنیده، مشورت نگیرید. این که کجا برم جوابش پیش اطرافیان شما نیست واقعا، چون یه چیزی مد میشه، مثلا رفتن به کانادا آسون میشه توی سال 2023. همه میگن برو کانادا، چرا نمیری کانادا؟ اما همه حواسشون نیست که آقا توی کانادا تو همین سال 2023 تعداد کارتون خوابا 10 برابر سال قبل داره میشه. پس صرف این نیست که من برم کانادا موفق بشم، صرف اینه که من رسیدم به کانادا. خب بعدش چی؟ ببینید خیلیا سیستم ذهنیشون و فکریشون اینجوریه که من مهاجرت بکنم، اصلا میرم تو رستوران کار میکنم، رستوران تی میکشم. اوکی، شما الان میری رستوران کار میکنی، رستوران تی میکشی، این 1 سال اولشه که شما مهاجرت کردی، خوشحالی، پات رسیده به آمریکا، پات رسیده به کانادا ها. بعدش شما یه رستوران تی بکشی، من نمیگم این کار بدیه، ولی دارم راجع به مثلا اینکه کی صحبت میکنم که تخصصش کلا یه چیز دیگه است. مهندس نرم افزاره، میگه من میخوام برم مهاجرت کنم، برم دیگه ولام، میرم رستوران تی میکشم. شما میشید آدمی که رستوران تیکشه، شغل بعدیت وقتی که رزومتو میخوای ارائه بدی، میری مکدونالدز، میری KFC، میگی من رستوران مثلا نمیدونم آنجلا رو داشتم تی میکشیدم تا الان، و اون میشه رزومت، میشه زندگیت و چجوری میخوای از اون بیرون بیای. متوجه هستی؟ پس چشماتون رو باز کنید ای کسانی که قرار مهاجرت بکنید. اینی که الان کانادا مهاجر میگیره، من هم برم کانادا، ممکنه بدبخت بکنه شما رو. یعنی به جای اینکه شما اونجا که هستی الان احساس بدبختی بکنی، میری یه جا دیگه 6 ماه خوشحالی، بد میافتی توی چرخه بدبختی. که خب اینا به بیزنس، حالت روانی و ذهنی شما هم بستگی داره و شما باید آماده بشید. حالا در موردش یا بخونید خودتون یا از کسایی که مهاجرت کردن بپرسید. ولی جواب مهاجرت کردن و به کجا رفتن پیش اطرافیان شما و خانواده شما نیست واقعا.
ببین پدر مادر شما دوست دارن شما کجا بری؟ آمریکا، که میگن بچه‌مون رفت آمریکا. بچه میره آمریکا دهنش سرویس میشه دیگه، نمیتونه بر راه بازگشتی واسش نمیمونه و همون تو باید مجبور بمونه. یه سری شانس میاره، یه سری آدم میبینه، به امید خدا امیدواریم که این اتفاق واسش بیفته، اما میره مثلا توی یه رستورانی کار میکنه واسه سالها تا این اتفاق واسش بیفته، چون بدون سرمایه رفته، بدون هیچ چیزی رفته، یا اصلا با سرمایه رفته، سرمایه رو به باد داده به واسطه اینی که نمیدونسته چه خبره اونجا. همه این بلاها سر من اومده، دارم بهتون میگم و مفصل راجبش تیکه تیکه حتی صحبت میکنم در طول ویدیوهایی که داریم. جواب پیش کی میتونه باشه؟ ببینید من وقتی که تصمیم به مهاجرت دارم، بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که اول بیام توانایی خودم رو نگاه کنم، بیام ببینم خودم چندم. من مثلا چه میدونم موزیسینم، نقاشم، کار تأسیسات انجام میدم، مکانیک خودرو انجام میدم و با توجه به اونا اول برم سراغ کشوری که قراره برم توش. یعنی اینی که من الان میخوام مهاجرت کنم، فقط میخوام برم بیرون، از سرت لطفا خواهش میکنم همین الان بنده بیرون، بذارش کنار. فقط میخوام برم، هر جا بخوام برم، دستم برسه، قلابم گیر کنه برم، تو رو به باد میده تو زندگیت. به من اعتماد کن. اول بیا سراغ این که من چه حرفه هایی دارم. خب واسه کسی صحبت میکنم که احتمالا مثلا 22 رو رد کرده، 23 رو رد کرده، چون زیر 18 سال باشی تو هر جا بری خودتو اونجا پیدا میکنی و میفتی توی بطن جامعه. واسه مهاجرت توی بعد از بلوغ ارزم به حضور شما فکری دارم صحبت میکنم. بیا تخصصهای خودتو نگاه کن، ببین چه تخصصایی داری، یا اگه تخصص نداری واقعا هیچی که کلات اینقدر پس معرکه است، به علایقت فکر کن. بعد برو سراغ کشورها. مثلا توی کانادا الان که سال 2023 داره تموم میشه، یه لوله کش ممکنه یه مهندس مثلا شیمی بیشتر پول در بیاره، ممکنه قطعا بیشتر پول در میاره. پس من اگه کارم تأسیسات، لوله کشی، نقاشی ساختمان و ایناست، احتمالا کانادا میتونه گزینه خوبی باشه. بیا این کشورها رو بچین کنار هم دیگه، خب با توجه به تخصصی که داری. بعد ببین توی اون کشورها چقدر مهاجرت آسونه، چقدر میشه ویزای کارشون رو گرفت، یه جاب آفری ازشون گرفت، یا اینکه رفت اونجا ویزای توریستی رو تبدیل کرد. یا اگر کسی رو میشناسی که به اون کشور مهاجرت کرده، بهش زنگ بزن بگو آقا داستان چجوریه، این واقعیه، این واقعی نیست، اینجوری که دارن میگن. ببینید توی تلویزیون هر کشوری به شما کارتون خواباشو نشون نمیدن، به شما قسمت‌های خوبشو نشون میدن. نتیجتا شما باید برید دنبال سمپل‌های واقعی که وجود دارن توی اون کشور و از اونها جستجو کنید. بگی آقا مثلا خرج و مخارج زندگی چقدره، شروع کنید تو یوتیوب سرچ کردن راجع به اون کشور و کشورتو اینجوری انتخاب کنید. برید دنبال تخصصت. چرا؟ چون حالا من چون وصلم به بیزنس و بیزنس دیولپمنت، میدونم که اول و آخرش مهمترین چیز اینه که بیزنس شما چیه، شما چقدر پول قراره در بیاری، چقدر قراره پیشرفت مالی و پیشرفت کاری داشته باشید. پس برو مستقیم سراغ کشوری که تو بتونی توش پیشرفت مالی و کاری داشته باشی، یا اینکه اگر که الان تخصصی نداری، توی کشوری که اون تخصصی که بهش علاقه داری توی اون کشور خیلی بولده در حال حاضر. نکته بعدی هم اینه که واقعا زبانتو شروع کن. ببین اگه شروع نکردی زبانو شروع کن. من یه دوستی داشتم، این قرار بود که مهاجرت بکنه، بعد تصمیم گرفت زبان بخونه، بعد تو ذهنش این بود که من از بچگی هرچی کلاس زبان رفتم و اینا هیچی یادم نمونده، من تو زبان خنگم. در صورتی که این فکت اصلا حقیقت نداره. زبان یعنی یه چیزیه که صحبت میکنی یاد میگیری. خیلی‌ها رو دیدین دیگه، میگن آقا بری توی اون کشور زبانشو یاد میگیری خود به خود، چون مجبور میشی که یاد بگیری. من الان بهت میگم یه استپی عقب، زبان انگلیسی تو فول کن. یه ویدیو یادتونه داشتیم در مورد مهاجرت به کشورهای غیر انگلیسی زبان، یهو میبینی انتخابت میشه یه کشور غیر انگلیسی زبان، یعنی همین جوریش کارت سخت میشه دیگه. انگلیسی هم بلد نباشی کلاً پس معرکه است. زبان تو به یه جای خوبی برسون. و نکته مهم راجع به زبان انگلیسی تو ایران اینه که آدما همو مسخره میکنن. ببینید شما وقتی یه کشور چند ملیتی میرید، مثل کانادا، مثل فرانسه، کلی خارجی توش هست و اینا نیتیو چیز نیستن، انگلیسی زبان نیستن،
خیلی راحت همو میپذیرن، لهجه همو میپذیرن. هندیه با لهجه هندی داره انگلیسی صحبت میکنه، چاینیزه با لهجه چینی داره انگلیسی صحبت میکنه، ایرانیه با لهجه ایرانی. ایرانیای توی ایران من نمیدونم چشونه که انقدر همو مسخره میکنن. یکی تلاش میکنه با اکسنت درست یک کلمه رو بیان کنه، هم میگه آه واو واو. خب این چه کاریه؟ خودتون هیچ گوهی نشدید توی این مسئله، چرا اصرار دارید که یکی دیگر هم به فنا بدید؟ بشینید سر جاتون دیگه. چی کار دارید که با چه لهجه ای آدما دارن انگلیسی صحبت میکنن؟ انگلیسی مال پدرتونه، مال مادرتونه. از هم بکشید بیرون توی این داستان. انقدر سرتون تو کار بقیه نباشه. و شمایی که قرار مهاجرت بکنی به نظرم باید بری انگلیسی یاد بگیری. هر جوری که صحبت میکنی مهم نیست، دایره لغاتت افزایش بده، شروع کن فیلم انگلیسی دیدن، محتوای انگلیسی دیدن با زیرنویس، جمله سازی تو خوب کن، گرامر تو خوب کن. اصلا مهم نیست چه جوری صحبت میکنی. اون خری که میخواد تو رو به هوای این که مثلا با لهجه ایرانی انگلیسی داری صحبت میکنی مسخره کنه، یا سعی میکنی یه کلمه رو با اکسنت درستش استفاده بکنی مسخرت بکنه، اون یه یابوه. بذار این کارو بکنه. برو سراغ زبان. قبل از اینکه مهاجرت بکنی زبان تو اوکی کن. تموم شد رفت دیگه، بحثی راجبش ما نخواهیم داشت. نکته بعدی اینه که بعد از اینکه کشورتو انتخاب کردی جغرافیاشو آشنا شو. کشورهای همسایه‌اش کیان، این مبادلات تجاریش، اقتصادش از راه کدوم کشورها میگذره، صادرات و وارداتش به کدوم کشوراست، قیمت مواد غذایی توش چقدره، چیا رو وارداتی باید بخری اونجا، چیا رو ارزم به حضور شما به صورت بومی اونجا هستش، اینا رو سرچ کن. خدمات قیمتش اون تو چقدره، برای ویزا، تمدید ویزا، خدمات دولتی چقدر باید پول بدی، سیم کارت و اینترنت چقدره، آب و برق و گازشون صادراتی قیمتش بالاست یا اینکه خودشون دارن به صورت بومی قیمتش پایینه، قیمت رنت خونه، حتی خرید خونه، خرید ماشین، تاکسی، حمل و نقل، همه اینا رو در بیار بعد از اینکه کشورتو انتخاب می‌کنی یا حتی توی مرحله‌ای که داری انتخاب می‌کنی، چون اینا مهم میشه واسط. تو زمانی که داری مهاجرت می‌کنی یا پول داری یا نداری دیگه، درسته؟ بعد این پول محدوده. یعنی واسه من اگر به من بگی دارم مهاجرت می‌کنم، میگم پول داری یا نداری، عددشو ازت نمیپرسم. میخواد $1,000,000 باشه، میخواد $5,000 باشه. خب اگه $5,000 داری، سایز ذهنی الان اندازه $5,000. اگرم $1,000,000 داری، سایزت اندازه $1,000,000، $1,000,000. واسه من فرق نمیکنه. واسه من مهم اینه که تو پول داری مهاجرت میکنی یا پول نداری، یعنی از این دو حال خارج نیستش. واسه همین باید حواست باشه اون پولی که داری برمیداری کل زندگیته و میری میذاری یه جا به باد نره. بعدا نیای بگی اینجوری شد، من غریب بودم پولم به باد رفت. این اتفاق با سر من اومد، سر کرونا اصلا یه بلاهایی سر من اومد که یه قسمت عمده ای از پول من که پول زندگانی من بود از بین رفت. نتیجتا حواست به خرج و مخارج قبل از ورود به هر کشوری باشه. پاتم میرسه اونجا یه لطفی بکن، حالا بعداً راجع به اینا صحبت میکنیم. پات میرسه اونجا یه لطفی بکن جوگیر نشو، همه چی خوبشو بخری فلان و بیسار و اینا. نه، دو سه تا دوست پیدا کن اونا راهنماییت کنن که آقا این خرجی که داری میکنی خرج بیمورده. این شیری که داری میخری مثلا $3 بابتش پول میدی، یه شیر $1 هم هست اون خوبه، اونو همه دارن میخرن، تو چرا میری اینو میخری؟ یا اینکه تو اول مهاجرتت یه ذره از لایف استایلت حالا کاسته بشه اتفاق نمیافته، مسخره. بذار حالا یه ذره لایف استایلت بیاد پایین، جا بگیری، شکل بگیری، بعد کم کم برگرد به لایف استایل قدیمی خودت و حتی بهبودش بده. این بود از داستان انتخاب کردن کشور. این مسئله درونیه، به خودتون برمیگرده، اما باید همون اول به خودتون قول بدید که قلاب نندازید به هر کشوری که این قلاب گیر کرد برید. اطرافیان شما، بابای شما، مامان شما، پسرخاله شما که میاد اسم کشوری رو میگه نه آمریکا برو، الان که آمریکا راحته، الان کانادا راحته، اونا هیچ اطلاعی نه. در نهایت شما به فاک میری. اونا فقط واسه شون این میمونه که مثلا پسرمون آمریکا زندگی میکنه، پسرمون رفته کانادا. این شمایی که داری به فنا میری توی کانادا ممکنه کارتون خواب بشی. نتیجتا انتخاب با خودته و به خودت قول بده به اندازه کافی تحقیق بکنی، واقع بین باشی، تخصص خودت رو ببینی چیه و بری تحقیق کنی ببینی کدوم کشورها ارزم به حضورت که برای اون تخصص جای پیشرفت دارن. اینم از این هندونه در بسته رو امیدوارم که با موفقیت بتونید پارش بکنید و هر جا که میرید حالتون خوب، کارتون توپ، جیبتون پول باشه توش. خیلی دوستتون دارم. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. عاشقم. تمام.